کمیسیای ورزشی ایالات نوادای آمریکا دو رزمنده جنگ‌های بدون قاعده MMA از جمله ورزشگر 26 ساله از تاجیکستان موین غفورов را از حق اشتراک در مسابقه محروم کرد چون که نتیجه های تشخیص دوپینگ هر دو در ماه سپتامبر نتیجه مثبت دادند. در این باره روز 14 دکامبر سامانه رسمی MMA خبر داد. موین غفورов معروف با لقب موین تاجیک و ورزشگر 29 ساله لهستانی لوکاش برژسکی 7 سپتامبر سال جاری در رقابت‌های نهایی سلسله داناویت متناسباً با چاد انهلگر از کانادا و دیلان پورتر از آمریکا قوه‌آزمایی کردند. در صورت پیروزی موین میتوانست نخستین رزمنده تاجیک در UFC بشود و با داناویت قرارداد بندد، ولی او از رقیب کاناداییش شکست خورد و به این آرزویش رسیدن نتوانست. لوکاش برژسکی بر دیلان پورتر غالب آمد و با UFC قرارداد هم بست، ولی بعد این ماجرای دوپینگ پیروزی او را بیکار و خودش را برای 9 ماه یعنی تا ماه ایول سال 2022 از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کردند. موین تاجیک برای نیم سال یعنی تا ماه مارس سال 2022 نمیتواند در مسابقه ها اشتراک کند. کمیسیای ورزشی نوادا موین تاجیک و برژسکی را همچنین به مبلغ $750 جریمه هم بست.